فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. عرض سلام و ادب، ارادت ویژه و خیر مقدم خدمت شما همراهان همیشگی دوره همی روانشناسی کوچه کتاب. خیلی خوش آمدید. ممنونم از اینکه این مجموعه رو حمایت کردید. حالا بعضی جلسات هم اینطوری بیایم بالا فکر میکنم یه کوچولو حمایت متقابله هست. ممنونم از دعوت آقای بیات. سلام، خوش آمدید. دعوت ما رو پذیرفتن و قراره برای ما امروز در مورد اختلال شخصیت خودشیفته صحبت کنن. به امید اینکه خودشیفته نباشیم یا اگر جاهایی بودیم و روز بشنویم و بریم تون کوچه های تاریک شخصیت خودمان پیداش کنیم و اگر بودیم یه جاهایی تعدیلش کنیم، اصلاحش کنیم و یا اگر در کنارمان خودشیفته هایی هستن نوع رفتار و سازش باهاشانه یاد بگیریم. در خدمت شما هستیم. بفرمایید. فقط این میکروفون رو بس کنید که کیفیت ضبط صدا مجهز شدید. آره دیگه، میگم روز به روز جلسات انشالله غنی میشه. یه معرفی لطفاً از خودتان داشته باشید که وارد بحث بشیم. مرسی. خب سلام به همگی. امیدوارم ایام به کام باشه. مرسی مستفیض کردین. آرزوام به خدمت شما که یه مقدار از خودم بگم ولو کوتاه. سروش بیات 31 ساله. در خصوص این حوزه روانشناسی من صرفاً مقطع ارشدم به این حوزه برمیگشت، یعنی مقطع قبلی رو توی حوزه دیگه‌ای درس خوندم و به طور کل حالا یه مقدار از بعد شخصیتی بگم. کلاً اساساً نگاه من به موضوعات روانشناسی شاید یه مقدار مغایر باشه با دوستان دیگری که توی این حوزه فعالیت میکنن. علالقاعده پایبند به مفاهیم و اصول کلاسیک و باورم بر اینه که هر آنچه که ما قراره یاد بگیریم در این حوزه باید از مدیوم های دیگری باشه، از سینما، از ادبیات. ما که گردن کلفتر از اریک فرومی که شما قصد داری کتابشو نیستیم. خود اریک فروم میگه که اگه میخواین از روانشناسی سر در بیارین، از آناتومی ذهن بشر سر در بیارید، کتابای روانشناسی رو کلا بریزین دور، به جاش کافکا و بالزاک و داستایوفسکی بخونید. و این صحبت اریک فروم اتفاقا اینجا خیلی به کار میاد. حالا قبل از اینکه ورود بکنیم توی اواسط قصه متوجه میشین که اصلا ما برای فهم کاراکتر، فهم این شخصیت نیاز داریم که این شخصیت رو این یک کتاب باز کنیم، یعنی با 4 تا سرفصل خیلی تیتروار نمیشه به اون فهم عمیق دسترسی پیدا کرد، یعنی صرفاً به قول خودمون توتیوار حفظش کردیم. چیزی دیگه فعلا ندارم قبل از شروع. مرسی. آقای بیات، ابتداً یه تعریف به ما میدید از اختلال شخصیت خودشیفته؟ بسیار خوب. تحت لفظی پیش بریم. اختلال که علالقاعده مشخصه، یعنی یک دیسفانکشن، یک ناکارآمدی. شخصیت هم که اصولاً هر آنچه که در بردارنده افکار و احساسات و رفتار و به قول این دوستانی که علم النفس کار میکنن اون شاکله ما رو در بر میگیره، اونو عنوان پرسونالیتی یا شخصیت برش بذاریم. من معادل سازی کردم خانم آقا خوش. شخصیت رو گفتم. چون یکی از اصل‌های گفتگو ما اینجا اینه که فارسی و زبان. مرسی. منتها شما البته تفسیر بکنید چون رشته زبانم کار کردیم ناخودآگاه میاد. اختیار دارین، ولی یه علت دیگه‌ای داره. آره یه علت دیگه‌ای داره که حالا معادل‌های انگلیسیش هم خدمتتون عرض می‌کنم. در خصوص خودشیفته دوستان، DSM 5 10 تا اختلال شخصیت رو عنوان کرده توی 3 خوشه، حالا کلاستریشون بعدشون میاد. و این اختلال خودشیفته توی دسته دوم قرار میگیره و اونجوری که به نظر میاد
این دسته دوم انگار کمتر دستخوش مباحث ژنتیک قرار میگیرن، انگار اون کفه ترازوی تربیتی و رفتاری و محیطی خیلی غالب تره. اختلال شخصیت خودشیفته یعنی یک انسانی که اساساً دچار منیته، اساساً خودش رو فقط میبینه، یک تصویر بزرگ شده از خودش رو در بر داره که این انقدر بزرگه، انقدر دچار اغراق شده که به یک سری نتایج ختم میشه این تصویر بزرگ شده. بر فرض مثال این شخص دیگه دچار این داستان شده که نمیتونه شما رو ببینه یا درک کنه یا همدلی داشته باشه یا قدرت این که خودش رو جای دیگری بذاره رو نداره. اساساً معادل لاتینش که همین بحث نارسیسیسم باشه، اینو به این دلیل اشاره میکنم آره که یک افسانه در اساطیر یونان از اسطوره‌ای بوده به اسم نارسیس. خب حالا اینا ساختگیه و از دلش قصه ها و نمایشنامه ها در آمد و این انقدر شیفته زیبایی خودشه، انقدر شیفته وجنات خودشه که تصویر خودش رو زمانی که در آب میبینه میخواد این تصویر رو در آغوش بگیره و باعث افتادنش توی آب و غرق شدنش میشه. این لفظ نارسیسیسم از اینجا میاد، خاستگاهش به اینجا برمیگرده. خانم خوش، اگه اجازه بدین من یه تیترهایی رو نوشتم که اتفاقا تلگرام براتون فرستادم که تمام این سوالات شما رو شامل میشه و از بسم الله میریم جلو و زنده باد. بسیار عالی، بسیار عالی. همین جاییم الان. دوستان، شکل‌گیری شخصیت علالقاعده به کودکی برمیگرده. یعنی یک جای کار این بحران داره شکل میگیره. مجدداً DSM-5 اشاره میکنه به تولد تا 2 سالگی. ضربات سنگینی که این کودک انسانی به واسطه احساسات و عاطفه علل خصوص از جانب مادر دریافت میکنه، پیامدش این میشه که به باور فروید ایگو، به باور یونگ سلفش دچار تخریب هولناکی میشه. امنیت، عاطفه، عشق، صمیمیت هیچی از مادر دریافت نکرده، خالی. یعنی عملاً دارین یک نبات رو رشد میدی شما. اون خصلت‌های انسانیش انگار فقیر مطلق. آدم رشد میکنه، میاد جلو و با 2 مسئله مواجه این بشر در این شرایطی که هیچی از مادر دریافت نکرده. توی یک لینک یوتیوبی که حتما بهتون معرفی میکنم، جناب هاشمی مقدم خیلی زیبا اشاره میکنه که وا اسفا اگر این کودک بچه دوم از سوم باشه، به قول دکتر هولاکویی بهش کودک ساندویچی، یعنی علال و جبروت کودک اولو داره، نه عزیز دردانگی تحتقاریه، هاج و واج این وسط نمیدانه کیه نه کجاست. ولی به یک سری ابزارهای آدم دسترسی پیدا میکنه تو زندگیش، همین خودشیفته. مثلا پول، مثلا سواد، مثلا زیبایی چهره، قد، فلان. به دلیل تمایل هر موجود زنده‌ای به بقا، اصطلاحاً تمایل پیدا میکنه این فرد به ساخت یک فرد مجازی یا تقلبی، false self، خود جعلی. یک خود جعلی که مثل یک ماسکیه، مثل یک صورتکیه که میخواد اون کودک تحقیر شده رو پوشش بده. ویران میشه اگه هر لحظه با اون بچه میانه این قضیه رو مضاعف میکنه به واسطه اینی که خصلت‌های خودشیفتگی رو ترویج و تقویت میکنه. مثلا حسادت.
تشدید کننده است. به خاطر اون موقعیت خطرسازی که داره نیست. مادر پدر خیلی باید خبره باشن که این عشق رو به تعادل برقرار بکنن. نتیجتاً مسئله رو ریسکی تر میکنه. رسیدیم به اون خود جعلی که این آدمه داره میسازه، ناچار یک زرهی بذاره جلوی اون خود تخریب شده. این خود تخریب شده انقدر ناچاره بهش پر و بال بده که اساساً ارتباط احساسی عاطفیش رو با دیگری قطع میکنه. هر آنچه که هست و نیست در جهان رو برای خودش میخواد. قطعاً پیشتر بهش میپردازیم که این ماجرا به چه شکله، ولی فعلاً همینجا نگرش میداریم، میرسیم سراغ نقاط بعدی. ولی موضوع تا اینجا به این شکل شد که شکلگیری این شخصیت به بسم اللهش از کودکیه، مشخصاً از مادره. حالا بازم نه به این معنا که منکر نقش پدر بشیم، ولی از اونجایی که به نظر میاد ما عشق و عاطفه و احساس رو از مادر دریافت میکنیم، لحظه‌ای که به دنیا میایم شیر خوردن ما تماماً ارتباط نزدیک تن به تن با مادر برقراره. به این خاطر نقش پررنگتری رو ایفا میکنه. یه سری انواع براش شکل دادن: نارسیسیسم آشکار، نارسیسیسم با شکوه معادل دیگرش، یا نارسیسیسم پنهان یا شکننده. عرضم به خدمت شما انواع دیگری هم هست، ولی من هر چقدر که بررسی کردم تو اون کتاب عرضم به خدمت شما عشق ویرانگر و دیگر وبسایت هایی که این دسته‌بندی ها رو انجام دادن، معمولاً به یک فصل مشترکی که از این انواع که شما برسی، معمولاً به دو شقه آشکار و پنهان میشه اینا رو تقسیم بندی کرد. بخوایم مثال های عینی براش بزنیم، انگار اون خودشیفته های آشکار یا با شکوه بیش از حد عزیز دردانه پدر مادر بودن، بیش از حد هر آنچه که خواستن رو در اختیارشان قرار دادن، بیش از حد نونوربار اومدن. شاید بشه ادبی بخوایم نگاه بکنیم، تو ادبیات روسیه زمانی که اون کاراکترهای خاندان تزارها رو داره ترسیم میکنه، امروزی بخوایم نگاه بکنیم یک آقازاده، شاید یعنی بریم تو بافت زندگی یک آقازاده، چه مؤنث چه مذکر توفیری نداره، اینا همه چیز رو برای خودشان میخوان و عرضم به خدمت شما به واسطه اینی که هر آنچه که خواستن اصولاً به واسطه والدین ایجاد شده، دیگه یارای مقابله با نقصان و کاستی های زندگی و نقصان و کاستی های دیگری رو ندارن. اینجاست که کمالگرایی اتفاقاً میاد روی صحنه خودشون نشان میده. مورد دوم که عکس آشکار باشه، یعنی عکس این با شکوه باشه که بهش میگن پنهان یا شکننده، عرضم به خدمت شما که دقیقاً همون بحث تحقیرهایی که مطرح شد رو داره لحاظ میکنه. یعنی هر آنچه که شما میبینید، این پرنسسی که شما میبینید داره قدم میزنه، این آقای جنتلمنی که داره جلوی شما مانور میده، در عین حال اون خود تحقیر شده و تخریب شدهش هم داره یدک میکشه. به این دوتا دسته تقسیم شدن. یه سری ویژگی های رفتاریشو اینجا لحاظ کرده. من قدر مسلم بهش ناچارم به واسطه ضیق زمانی اشاره مختصری بکنم، ولی دوستان اگر دوست داشتن بیشتر وارد کنن، دکتر هولاکویی 2 فایل صوتی 50 دقیقه‌ای داره در خصوص شخصیت خودشیفته که فکر کنم به 50 الی 50 خورده‌ای خصلت‌های اینا اشاره میکنه. مسئله اولی که این افراد دارن عدم همدلیه، عدم درک متقابله. هر آنچه که من میخوام باید ایجاب بشه، حتی اگه خودت و خانوادت سرشون زیر گردنشون باشه. در هر شرایطی اون قضیه باید اتفاق بیفته.
زمانی که طرف مقابل این خودشیفته داره باهاش صحبت میکنه، برادر باشه، خواهر باشه، بعدن میرسیم که TNT اساسی اینا رو سر پارتنر خراب میشه به دلایل متعددی. یعنی آسیب مخرب وحشتناک و هولناکی که اینا میخوان انجام بدن عملا روی پارتنر انجام میگیره و خانم آبوخوش تازه درام اونجا شروع میشه. یعنی انگار شما داری منظورشان اینو میفرمایند نمایش عاطفی و تازه قسمت غمگین ماجرا اونجا شروع میشه. فارسی صحبت کنیم. به خدا نیازی ندارن. نه بحث نیاز نیست، یاد بگیریم دور از شما، دور از شما، دور از شما. خب به خودتان نگیرید. معتقدم همونقدر که وقتی انگلیسی صحبت میکنیم بینش واژه‌های فارسی به کار میبریم زشت، ناپسنده، نشان از بی‌سوادی ماست دیگه. آقا برعکسش هم صادقه. وقتی هم فارسی حرف میزنیم چرا باید واژه انگلیسی به کار ببریم؟ یاد بگیریم، تمرین کنیم. بس این نیست شنونده شما منظورتون میفهمه یا نه. تمرین کنیم اینجا. بفرمایید ادامه بدید. مرسی. خانم آبوخوش فکر کنم یه ارتباطاتی با حداد عادل داری شما. نه مشکلی نیست، ولی با چی میگن فرضیه من بر اینه که مثلا کامپیوتر جا افتاده تر از رایانه است و درام به واسطه حالا این شبکه‌های اجتماعی دیگه مثلا میگن دراماتیک نشو فلان. هر کاریش هم می‌کنیم البته یه جاهایی واقعا از دستمون در میره. دقیقاً. مصطلح شده مجبور میشیم. دقیقاً. همه زبان‌ها یه سری وامگیری هست. بله. یه وقت نگران نباشید 4 کلمه بله. وامگیری هم هست. دقیقاً. پس عنوان اولی که اینا دارن، ویژگی رفتاری که این بزرگان خودشیفته دارن، بحث عدم همدلی است. نمیتونن ارتباط برقرار کنن. علت شناسیش هم که میکنه اینه که چیزی دریافت نکرده تحت عنوان عشق و احساس انسانی، آدمی زادی، و طبیعتا نمیتونه اونو بفهمه و القاش کنه به طرف مقابل. عناوین چی میگن، مثالای مکرری که اتفاق افتاده اینه که زمانی که شما به یه درد و گرفتاری دچار شدی و داری با این آدم همدلی میکنی، ما تو مبهوت میمونی که چرا این طرف داره حرف تو رو یهویی قطع میکنه، چرا رفت سراغ قصه های خودش، شنوندگی بسیار پایین، اون منیت بالایی که فرد داره پذیرای این نیست که دیگه شما حرفی از خودت بزنی. اگر بحث شنوندگی دیگران باید شنونده من باشن. انتقاد گریزی دارن این افراد، ابدا نمیشه مورد انتقاد قرارشون داد، چه به لحاظ رفتاری چه به لحاظ ظاهری. گارد بزرگی میگیرن در مقابل نقد شدن، نقد هایی که عینیه. یعنی هر بنی بشری به این قضیه واقفه که اگر من این آب رو بریزم روی این جماعت یه عمل زشتیه، ولی این فرد بهش بر میخوره اگر کسی بهش بگه چرا این رفتار رو انجام دادی. به شدت حسادت میکنن این افراد، به شدت حسادت میکنن. کماکان ریشه در گذشته این آدم ها داره. یعنی قلباً اون کرامت نفسه، اون عزت نفسه به قدری شکل نگرفته که خودش رو در وجود خودش دوست داشته باشه. از آرامش یه انسان، از صمیمیت دو تا آدم کنار هم دیگه برآشفته میشن. اینا چشم ندارن ببین. اون کی الان چه کار کردی؟ به شدت
اگر شما در دسترس نباشی. از اول یعنی کی؟ ارتباط با آدم ها میشن، حالا هر نوع ارتباطی. خب جا میدن، قطعا همینه. 100%. بلخص توی این پنهان حالا جا داره من اینو توی پرانتز عنوان بکنم خانم خوش. توی دسته اول اختلالات شخصیت که ما پارانوید داریم و اسکیزوئید داریم و اسکیزوتایپال داریم و کسی که عملا ارتباطش با واقعیت قطعه، حتی توهم داره میزنه، هذیان چرند و پرند داره. ضربه‌ای که ما از این افراد میخوریم به مراتب اثبات شما میکنم. از ضربه‌ای که از یک شخصی مثل خودشیفته میخوریم خیلی به خاطر اینکه وسط میشه ساعتها. هذیان میگه سفینه قرار اینو بیاد ببره مثلا عطارد اونجا مثلا کارخانه بزنن. متوجه میشی شما یه سیمکشی مغزش مشکل داره. خودشیفته ابتدا به ساکن بسیار بسیار زیبنده است، جذاب، دوست داشتنیه و عارضم به خدمت شما که خودش رو در دل مخاطب جا میکنه. اتفاقا ممکنه یه ویژگی خوب هم حتی یه ویژگی بارز و خیلی خیلی خاص هم داشته باشه که داره بهش مینازه. 100%. ببین عادی نیست هیچی، به قول شما جذاب هم جذابه. خانم خوش، این فرد وقتی که میخواد اون خود جعلی رو بسازه به واسطه اینی که ارتباطش با واقعیت قطع نیست، میدونه که مثلا یک ابزار پوله، یک ابزار تحصیلاته، یک ابزار دیدن فیلم و خواندن کتابه، یک ابزار تجربه یافت کردنه و زمانی که توی جمع حاضر میشه و از این ابزارهای قدرتش میگه اساساً جذب اتفاق میفته. اما کنترلگری زمانی اتفاق میفته که اینو من خیلی تمایل دارم توی 2-3 مورد دیگه که وارد مسئله پارتنر و ارتباطات عاطفی میشیم عنوان بکنم. به واسطه اینی که کنترلگری ابتدا به ساکن انجام بشو نیست. من همین الان بگم خانم شما گوشیدو بذار تو کیف، شما میگی به شما چه ربطی داره؟ یعنی هنوز اون بازی اتفاق نیفتاده. یک بازی باید رقم بخوره که شما چشمگوی من بشی، مطیع من بشی. جا داره اینجا بهش مجددا اشاره بکنم که ارتباط یک خودشیفته با دیگری ارتباط انسان به انسان نیست، ارتباط انسان به شیء، ارتباط فرمانده به یک سربازه، یک سربازی که اهمیتی نداره برای فرمانده مرده و زندهش، برو جلوی توپ وایسا. به اصطلاح میگن تو پادگانا میگن ما دیوار گوشتیم سربازا، باید جلوی یه چیزی رو بگیریم، هیچ عاطفه‌ای اون وسط وجود نداره. و بفرمایید. این حس مالکیتی که میگید همون تصاحبه، یعنی اون کنترلگری میشه مالکیت و تصاحب که در قالب یک شی رفتار بشه، مثلا قطعاً. و ای کاش اگر سرکار خانم ما مالکیت یک چیزی رو میخوایم داشته باشیم، مسئولیت و مدت اعتبار اون رو نظر داشته باشیم، ولی خودشیفته اینجوری نیست. و الان خدمت شما عرض میکنم که چجوری اون مالکیتی که در خصوص شما به دست میگیره رو رها میکنه و درد اساسی اونجا تولید میشه. در جهان ذهنی خودشیفته چه میگذره؟ جانم؟ 100%. مخصوصا اگه طرف مقابل وابسته دارم همپوشانی دارن ولی لازم و ملزوم به نظرم نیستن. یه سری خصلت‌ها رو قدر مسلم دارن. یعنی زمانی که ما میرسیم توی مسئله تخریب و تحقیر پارتنر، زمانی که این شخص خودشیفته دچار عملکرد مثلث سازیه، حالا به تفصیل بررسیش میکنیم مثلث سازی چیه، مثلا داره به پارتنرش خیانت میکنه،
از اون مکانیزم دفاعی فرافکنیه قطعا استفاده میکنه. حق خودش میدانه و قدر مسلم اینو فرافکنی میکنه و میگه شما داری به من خیانت میکنی. کدوم گوری بودی؟ من میدونی شبیه اضطراب و افسردگیه. آدمی که اضطرابش بالا میره خواهرها افسردگی هم تجربه میکنه ولی نه لزوما. کلا اختلالای شخصیت هم اینطوری هستن دیگه با هم دیگه. یه کمپوشانی دارن قطعا. آره. میشه گفت در واقع این اختلال مثل یک تیغه دو لبه است. یعنی یه لبش ریشه در احساس بی‌ارزشی، احساس من دوست داشتنی نیستم، من ارزشی 100%. برای جبران اون به اون کمالگرایی میرسه و میفته تو جبران افراطی و بود من به یه جایی برسم حالا اینو تحقیق کنم اونو تحقیق 100%. همچین حالتی اتفاق میفته. قدر مسلم. بله. یک دوگانگی، یک دوپارگی تو این فرد میبینی شما. قدرتی که از خودش ساخته خیلی وقتا در فرط استیصال آدم شده. در مورد یک کودک 2 ساله است که قول مولابی جالب میگیم این مثلا به لحاظ ارزم به خدمت شما بلوغ شخصیتی که مد نظر من هنوز توی اون زیر 7 سالگی حبس شده. هنوز اونجا فریز شده در دنیای ذهنی در جهان خودشیفته چه می‌کرد؟ خشم پایدار. از کجا میاد این خشم پایدار؟ خشمی که یه مقدار دستکاریش بکنی به پرخاش آسیب ممکنه به شما برسه. چی جوری دستکاریش کنی؟ به قول خودمون پای کنی. به قول خودمون یه مقدار مورد انتقاد قرار بگیره. این خشم از کجا میاد؟ طبیعیه یه آدمی که نیت و عشق رو دریافت نکرده گیروداری یک شخصیت مجازی برای خودش ساخته قدر مسلم آرامش رو ندونه میتونه اصلا تجربه بکنه. از اون خواستگاه آرامش ربوده شده در کودکی. همه آنچه که دور و برش هست رو میخواد برای خودش باشه به واسطه اون شخصیت مجازیه. همه باید غلام و نوکر من باشن، همه باید برده من باشن، ولی در عمل میبینه خیلی وقتایی میسر نیست. به یه فردی برمیخوره که عزت نفس بالایی داره، با لغز و لیچار اون مواجه میشه. این یک خوردنه که نقشه من بعد از آب در آمد قدر مسلم خشمش رو بالا میبره. فریادهای جانم چیزی که خیلی جالبه افراد نارسیس دنبال افرادی میگردن یا پارتنر میگردن که درباره رها شدگی بریدگی و طردش خیلی بالا باشه. چرا؟ چون که و ایثار چون که افراد نه که طرد شدن از جامعه یا اعتماد به نفس خیلی پایینی دارن و خوراک افراد نارسیسه، چون اینا خیلی دوست دارن که افرادی رو جذب کنن که این بپرسته و اینا اطاعت. تکه‌های پازل چفت میشن. حالا این بحث یکم تخصصی‌تره ولی جای بحث داره. میشه گفت لزوما درباره استحقاق ندارن. اتفاقا ممکن است درباره نقص و شر میاد، سبک مقابله یه جبران افراطی باشه. بحث قشنگه، در این حال یه کوچولو تخصصی. مرسی از شما. ما 20 دقیقه تایم داریم که بعد پرسشو کنیم. خیلی سریع من میرسم از این جهان ذهنیش عبور میکنم. دوستان قیافه‌ها یکم خواب‌آلود شده. خیلی جذاب. اگه پرسشو پاسخ بشه جذاب‌تر هم میشه. این هم همه با یک خوش‌شیفته در زندگی در ارتباط بودیم به نحوی. درون ذهن خودشیفته فریادهایی هست. اینا رو اصولاً کسایی که کیس استادی کردن، یعنی مطالعه موردی کردن،
خیلی عملاً بهش برخوردن. در کابوس‌های شبانه اینا سراپا یک صداهای عجیبی هست از این دردی که سالیان سال اینا دارن به دوش میکشن. فرد خودشیفته به طور کل جنبندی بکنیم در جهانش چه میگذره. در ضمیر ناخودآگاه این افراد فریادهایی هست، درماندگی‌هایی هست، چنگ زدن به یک ریسمانی هست که ازشان گرفته شده در کودکی و تمام تلاشایی که این فرد در اون مدت تا به امروز انجام داده این فرد رو ناکامتر کرده. این فریادها توی تنهایی‌های خودشان به وضوح دیده میشه. یعنی درماندگی یک آدم، یک چهره عبوس و در هم رفته ناکامی که تو در این فرد میبینی رو انگار صحبت از اون جهان ذهنیش داره، صحبت از اون ناخودآگاه ناآرامش داره. 100%. میگم خود همین دکتر هاشمی مقدم بود که اگه دوستان دوست داشتن آدرس یوتیوب رو خدمتشون میدم. به کرات دیده شده اینا تو کابوس‌های شبانه‌شون مثلا به جای داد و هوار کردن مامان میکنن با 50 سال سن مثلا، مکرر و چند یعنی اصلا حیرت میکنی با این جثه، با این وجنات، با این پرستیژ، هم کماکان مغزش در اون 6-7 سالگی گیر کرده. بیشترین آسیب خودشیفته برای کیست؟ با وی چگونه برخورد میکند؟ قدر مسلم با شریک عاطفی، چون تمام و کمال میتونه تمام چیزایی که میخواد، تمام برنامه‌ای که داره، تمام فرضیه‌ای که داره، تمام نقشه‌ای که داره رو اونجا عنوان کنه. مثل یه کیبورد میمونه، مثل یه کامپیوتری میمونه که این آدم پشتش نشسته، فرمان بده اونم بره انجام بده. رابطه عاطفی چرا با خودشیفته عنوان سم روش میذارن؟ میگن سمیه، به قول این دوستان توییتر باز میگن تاکسیکه. به واسطه اینه که شما روز خوش نمیبینی با یک خودشیفته. حالا میگم که منظور من از روز خوش اون کلیت قصه است، روزهای ابتداییش در عرش اعلایی. حال خوب تو رو امکان نداره یک فرد عادی بتونه تصور بکنه. دلایل فیزیولوژیش هم خدمتتون عرض میکنم. رابطه خودشیفته با پارتنر عاطفی، شریک عاطفیش چجوریه؟ اینجا یه مقداری دوستان بحث یه مقدار جنایی انگار میشه، یه مقداری جذاب میشه. دوستان اساساً رابطه خودشیفته با شریک عاطفیش به 3 مرحله، به 3 سکانس تبدیل میشه، به 3 قسمت اساسی تبدیل میشه. اجازه بدین عنواناشو لاتیناشو بگم که دلیل بعدیش هم عرض میکنم. لاو بامبینگ، بمباران عشقی میکنه. تو این مرحله چه اتفاقی میفته؟ حیرت انگیزه. یعنی اون فردی که به قول خانم اسکندریان یه مقداری پاشنه آشیل عزت نفس داره، یه مقدار اطاعت پذیره، بسیار بسیار پذیرای این عشق بی حد و مرزه. بمباران عشقی به چه شکل؟ به شکل‌های مختلف، کادوهای گران قیمت، یهویی حاضر شدن سر خانه شما، سر کار شما، محل کار شما، محل اداره شما، دست گل گران قیمت و وزین خریدن، لباس‌های آنچنانی خریدن، تعریف و تمجید از ظاهر و باطن شما، از کاراکتر شما، از اندام شما، از موج موی شما، از رنگ چشم شما. اینجا یک مسئله رو باز نمی کنم به واسطه محدودیت هایی که تو این جلسه قرار داریم توش، ولی خیلی مختصر اشاره میکنم که رابطه جنسی خودشیفته با پارتنرش هم یک رابطه جنسی عادی نیست.
منظورم از یک رابطه جنسی عادی اینه که اگر در حالت عادی شما قراره 20% یک لذت رو تجربه بکنی، با یک خودشیفته نزدیک به 90% رو تجربه میکنی. به همین خاطره که از منظر فیزیولوژی که به این داستان نگاه میکنن، قربانی رابطه با خودشیفته، فردی که در رابطه با خودشیفته بوده و اصولاً از طریق خودشیفته جدا شده، یعنی شما وقتی که مطیع یه نفر هستی حرفی برای گفتن نداری که بخوای ارتباط رو کات بکنی، به قول معروف اونه که کات میکنه، اونه که میگه به درد نمیخوری، تو دیگه یه ابزار بلا استفاده هستی. دوستان جالبه، این صحبت من نیست، یعنی آزمایشات مکرری که به لحاظ مغز و اعصاب انجام شده اینو داره تصدیق میکنه که عکسبرداری از مغز یک قربانی در ارتباط با خودشیفته برابری میکنه با عکسبرداری از مغز یه فردی که مدت‌ها هروئین و کوکائین مصرف کرده. علت چیه؟ علت یه نوروترانسمیتر، یه هورمونی به اسم دوپامین. شما در مراحل اولیه یا بمباران عشق که قرار دارید، دوپامین شما تا ماکسیمومش بالا میره، اصلا هیچ این حالیت نیست، فقط اونو میبینی، فقط اونو. یعنی تمام مردهای دنیا انگار مردن، اون مرد فقط هست. تمام زنهای دنیا نفله شدن، فقط اون هست. جهان ذهنی شما رو در بر میگیره به واسطه این تغییر هورمونی که اتفاق میفته. مرحله اول پس این شد. بعد ماجرا اینه که دیری نمیپاید، میریم به مرحله دوم. مرحله دوم چیزیه که تحت عنوان دیوالویشن یا تخریب یا بی‌ارزشی عنوانشو میذارن. شروع میکنه اون چشم سیاه و موی تابدار شما تبدیل میشه به چهره عجق وجق و دریوری و به درد نخور و زشت، و شما در آسیب پذیرترین لحظه خودت قرار داری اون موقع که داری این حرفا رو میشنوی. میگی پس اونا چی بود؟ اون همه تعریف و تمجید، اینا پس چیه؟ و هر چقدرم که مؤاخذش میکنی پس تو داشتی تعریف میکردی، جواب سربالا میشنوی، انکار میشنوی. نکی گفته مگه تو شک داری به این قضیه؟ همینجا پروسه تخریب تو انقدر بالا میره که دوچار دو حکایت میشی، اساساً دوچار دو وضعیت میشی. چراغ گازی یا گسلایت اتفاقیه که برای شما رقم میخوره. یعنی چی؟ این عنوانشو بگم خانم آقاخوش، 5 دقیقه هم وقت به ما بدین، یه وقت اضافی هم به ما بدین. مرحله دومیم الان، گسلایت، چراغ گازی. عنوان یه فیلمیه، جورج کروک 1944 میسازه، اینگرید برگمن بازیگر فیلم کازابلانکا توش بازی میکنه. شوهره میخواد اموال این خانم رو تصاحب بکنه. اون موقع هم تو لندن چراغا معمولا گازی بودن، برقکشی و اینا نبوده. میاد فلکه گاز رو پایین بالا میکنه. زن میاد میگه عزیزم این چراغا کم نور شدن. میگه گاز کشی شرم، ما چه ربطی به ما داره؟ اصلا ما کاری نیستیم اینو کم و زیاد بکنیم. میبینه فردا زیاد شد، عزیزم چراغا زیاد، چراغ که ثابته عزیزم. زن میره رفیقش رو صدا میکنه، اینم در این بحبوحه‌ای که زن رفته رفیقش رو صدا بزنه دوباره میاد شیر گاز رو تنظیم میکنه. رفیق زنه میاد میگه بابا خبری نیست، شوهرت راست میگه. انقدر دوچاره دوراهی میشه توی ذهن خودش که از قضاوت ساقط میشه. میگه اگه من دروغ میگم، اگه شوهر دروغ میگه، رفیق منم داره اونو تایید میکنه. در آخر کار به جایی میرسه که حالا به بیمارستان روانی کشیده میشه و اموالش هم شوهر تصاحب میکنه. فیلمو ببینید حتما. من چیزی بگم. جانم. همین نکته که اشاره کردیم، یه جمله هست که زیاد تکرار میشه، طرفو پات میکنن بعد اون بوتو خراب میکنن خودشون. یعنی اول یک فرشته هستی، بله. دقیقاً همینطوره. خودشیفته در مقابل کار. شما توضیحاتی که داشتید میدادین در ارتباط با رابطه با خودشیفته، یه جورایی انگار که با افراد خودشیفته وارد رابطه بشین، انگار که یه رابطه سادیسمی از لحاظ روحی و جسمی و جنسی حتی. بله. از طوریه که شما از لحاظ روحی و جسمی و حتی جنسی
بله به خاطر همین که داشتیم خیلی رابطه صمیمیه به نظر قطعا همینطوره. قطعا همینطوره. پس چه اتفاقی افتاد؟ بی ارزش شدن شما. یه جمله توی کتاب دارک سایکولوژی، روانشناسی تاریک هست، این آقای هودی کشیده روی سرش، اسم نویسنده‌ش رو فراموش کردم. آقای عاشق اون کتابه. کی؟ من نخوندم اهورا. چی بود اسم کتاب؟ باشه کتاب شما بفرمایید. آره، یه عنوان کلیدی داره، میگه اگر میخوای فرمان تمام مایکل پیس، اگر میخوای تصاحب و کنترل تمام و کمال روی فرد داشته باشی، صفحات اولشه، فکر کنم 19-20 صفحه اوله، کنترل همه جانبه روی فرد داشته باشی، فقط کافیه که به عاطفه اون فرد نفوذ بکنی. سوء استفاده عاطفی دقیقاً کاریه که خودشیفته انجام میده. یعنی انگار یه سوزنی میزنه توی این، عرضم به خدمت شما، عزت نفس شما، دستکاریش میکنه، منیپیولیشن میکنه. دستکاری عاطفی همین عنوانش. دستکاری عاطفی که شدی یعنی میری بالا به واسطه خودشیفته، یک ارج و قربی به شما میده و زمانی که رفتی بالا مطیعش شدی و حالا که میخواد تخریبت کنه یارای مقابله باشو نداری. نمیتونی بهش بگی بالا چشت ابروه، نمیتونی بهش بگی تو، پذیرای هر آنچه که از درد و رنج میشی. توی این شرایط میمانی. چه کار دیگه به سر شما میاره؟ مثلث سازی میکنه. عملاً میگن رابطه عاطفی با یک خودشیفته یه رابطه 3 نفره است. جلو چشم شما میاد با جنس مخالف خودش چت میکنه، گپ و گفت میکنه، در مراحل مختلفش رابطه جنسی برقرار میکنه، عملاً خیانت میکنه، بعد میگه من که همه زندگیم برای توه. زیر بار نمیره که داره به شما خیانت میکنه. کماکان در حال توجیهه، کماکان در عقل عقلانی سازی کار خودشه. 2 مکانیزم دفاعی که انجام میده این وسط همینه. میگه تمام زندگی من برای توه، تمام توجه من برای توه، من فقط دارم باهاش چت میکنم. شما هم سرتون میخورانی میگه ای راست میگه. نه، مثل همون ماجرای گسلایت، قضاوت رو از شما سلب میکنه. نمیتونی دیگه. جان شاید به خاطر که مثلا توی تم مذهبی داره این مثلث‌سازی رو انجام میده، اما بین مادرش و همسرش، یعنی جایی که مثلا باید یه سری مسائل رو از همسرش مثلا صلاح مشورت بگیره، همین کار رو مثلا اوایل با همسرش میکرده، الان با مادرش میکنه. یعنی مرتب بین این 2 منبع قدرت بازی میکنه، در نوسانه. این امکان داره اینجور شخصیتی؟ والا که همسرش همیشه مطرح میکنه میگه من هیچ مشکلی با این ندارم، بله، اما قدرت بیش از حدی به مادرش میده و من فردیدم خیلی خودشیفته است. یعنی بولترین ویژگی اخلاقی اون مرد خودشیفتگیشه. حتی جالبه مثلا روانشناس مدرسه‌شون که 17-18 سالگی براش نوشته شخصیت خودشیفته. من برای معایناتش رو دیدم. مرتب خانمش میگه آره مثلا به فرض مثال الان من 10 روز به مادرش هم زنگ نزدم، کافیه مثلا یه لحظه مادرش هم گوشی رو برداره بگه فلانی چرا زنگ به من زنگ نمیزنه. این دیگه میاد خانم مثلا یه ساعت قبل روابط عاشقانه خیلی رمانتیکه گل همه چی دیگه اون دنیا رو خراب میکنه. اصلا هم نمیگه که مثلا داستان چی بوده. درسته. بعد مثلا این خانم بره مثلا کارگاه بگرده کل زندگی رو بفهمه مادرش اخم می‌کرده یا مثلا انتقادی کرده. اساساً مثلث سازی به این ما اطلاعی نداریم، ولی اساساً مراد فرد از مثلث سازی تخریب شماست، زخم زدن به شماست. یعنی ببین من صاحب تو هم، من فرمانده تو هم، همین الانم اراده بکنم لهت میکنم. اساس قصه از اینه. حالا وابستگی و مسائل دیگه هست، من اطلاعی از جزئیات اون فرد ندارم. در مواجهه با خودشیفتان چه کنیم؟ چه کار کنیم؟ دوستان سومی رو عذرخواهی میکنم نگفت خانم، تقصیر خانم خوش همش. مرحله سوم دیسکارد، قطع شدن، رها میکنه شما رو. هاج و واج میمونی، اصلا نمیدونی این کی بود، چطوری شد آمد، این حرفا چی بود، پر مغز علامت سوال و رها شدی.
پر کله شما علامت سواله و هیچ دلیل موجهی برای این پیدا نمی‌کنی که این اگه منو رها کرد چرا اصولاً خودش به سمت من آمد، چرا خودش منو دلداده خودش کرد، پس این بازی‌ها چی بود؟ و رها شدن و عرضم به خدمت شما طی کردن اون پروسه هم خیلی زمان بره. قدر مسلم کمک باید گرفت از متخصصین. بزرگترین کمکی که به اون فردم میشه کرد تو اون لحظه بالا بردن عزت نفسشه و هر آنچه بیشتر با این اختلال آشنا شدن. فیلم های متعددی رو باید دید. اینم کوتاه بگم دوستان، من خیلی پرحرفم. آلپاچینو 1977 یه فیلمی داره به اسم بابی دیرفیلد. این فیلم جزو فیلم‌های نامعروف آلپاچینو هم از تو دهه 70 به نسبت پدرخوانده و فلان. عملاً یه شخصیتی برای این فرد اتفاق میفته، یه راننده فرمول 1 که مثل مایکل شوماخر و اینا، زن و پارتنرش مثلا تو ایتالیا ول شدن، اومده فرانسه، با این خانم آشنا میشه. با تمام این در واقع سناریوهایی که مطرح کردیم توی فیلم جناب آلپاچینو آشنا میشه و طلایی ترین قسمتش سکانس آخره که اصلا داره به افق نگاه میکنه، هاج و واژه، این چی بود، چی شد، بعد چرا با پسرای دیگه میرفت لاس میزد، داستان از چه قراره. و با مواجهه با خودشیفتگان برسیم سراغ سوال اصلی. اگر ما خارج از گود وایستادیم، ارتباط ما آنچنان شکل نگرفته، ارتباط عاطفی مد نظرم هست، در گیرودار زندگی فردی، شخصی، عاطفی این فرد خودشیفته نیستیم، اساسی ترین کار اینه که دوری بکنیم. صادقانه بگم توی کتاب عشق ویرانگر حرف قشنگی میزنه، میگه مگه ما چند سال عمر اصلا داریم که بخوایم ان سالش هم درگیر یک رابطه با یک خودشیفته بکنیم. خانم الهام نژاد خان فکر کنم کانال یوتیوبی داره، یه خانم مددکار اجتماعی تو نیوزلند، خودش درد کشیده این داستان رابطه با خودشیفته است، حالا دیگه نجات پیدا کرده و داره مثل کاری که تو NA انجام میدن دیگران رو نجات پیدا میکنه. صورتشو که میبینی ویرانه، یعنی خودش اقرار میکنه که من کماکان زخمای اون مدت رو هنوز دارم بعد از 10-12 سال. دوری کردن، اگر که قصد خیر داریم و انسان دوستی و یا علی اینا رو یه کمکی برسانیم و فلان و اینا، دوستان در حد و اندازه‌ای باشه که شما یه آدرس به اینا بدید، یه کتاب، یه فلان، یه بیسار. مرتبه دومی که این حرف رو میخواید بزنید، یه تمنایی هم از اون آدم ببینید. من بدنم لاغره، میخوام عضلانی بشم، یه آقایی برمیگرده میگه بیا برو مکمل بخور، باشگاه فلانجا ارزانه، میگم شمارتو بده دیگه. این شمارتو بده یعنی این که منم یه قدم به سمت تو آمدم. ولی اگه نه کماکان رفتم ورزش نکردم، دلیلی نداره دیگه شما بیای منو بگیری بندازی تو باشگاه. اشاره کردن ما، یعنی دلسوزی ما باید در مغایرت با عزت نفس ما قرار نگیره. این ببخشید دامنگیر جامعه الان ما هستا. من خودم بگم کسی دیگه یه مثال نزنم. فکر میکنم صرف این که از 96 تا الان دانشجوی روانشناسیم، مشکلات آدم ها به من ربط داره و من اجازه دارم که دلسوزی کنم در حق بقیه و به این اصلا فکر نمی کنم که طرف خودش از من کمک خواسته، آیا دلسوزی یه حدی داره. و میگم گریبانگیر آدم های این جامعه الان ما هست، زیاد خیلی نکته خوبی بود. مرسی. خواهش میکنم. و کاربردی بود. حواسمون باشه، دقت کنیم آیا اون شخص از ما کمک میخواد. یه وقتایی هست دوستان، کسی که یعنی منی که یک خودشیفته رو میخوام انتخاب بکنم، چه به عنوان رفیق، ولی عمدتاً اینا انقدر زیبندن که معمولاً مسئله روابط عاطفی جنسی اتفاق میفته. من خیلی برخورد داشتم با دوستانی که میگن آدمش میکنم، بزرگش میکنم، دومشو میچینم، نه خیال کرده. دوست من 2-3 سال پیش درگیر این حکایت شده بود، میگفتم این
زن به درد بخور نیست، این فلان، این بیساره. نه من آدمش میام، نه من دومشو میچینم فلان. من یه بیت از سعدی گفتم و با اون دوستم هم خداحافظی کردم. میگه چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر، حقیقتاً که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. لنترانیه آقا، عشق نمیگیری از اون آدم. میخوای چه کار بکنی؟ تو میخوای پول تو، حس تو، تایم تو، عشق تو، عمر تو، همه چیزو شیر بکنی با اون آدم و این سیاه چاله، عملاً این سیاه چاله همه چیزو میبله. تمنای بی حد و اندازه به عشق و ستایش داره یه خودشیفته و هر لحظه هم که ازش بپرسی خوب بود میگه رضایت نمیبینی در وجود این آدم. بیشتر خودتون رو میدی، چون شما به یک اندازه مشخص شده ای، یک چارچوبی داره تایم تو، عمر تو، زمان تو، انرژی تو. از 24 ساعت اگه کمتر از 6 ساعت بخوابی سر 6 ماه اصلا خودت فوترار فروپاشی میشی که بخوای مثل پروانه دور این آدم بچرخی. جان خب تا جایی که میشه آره دوری کنیم، تقریبا همه اینو میدانیم، باشه قبول. بله. ولی آقای بیات به ما بگید که اگه نشد چه؟ ما گاهی درگیر روابط با آدم‌هایی هستیم. مثلا من پدرم این ویژگی‌هایی که آقای بیات امروز به من یاد داد و احساس کنم داره. نگاه می‌کنم اینی که گفت مثلا بابای من اینطوری. چیکار کنم پدرم دیگه؟ آیا میتونم حذفش کنم؟ همیشه هم که ارتباط عاطفی نیست. تازه حتی اگه ارتباط عاطفی هم باشه گاهی ما قادر به حذف و از بین بردن و ارتباط هم نیستیم. خلاصه کنم به ما یه کپسولی بدید، یه چیز به ما یاد بدید که چه کار کنیم اگر توی یک رابطه با آدم خودشیفته بودیم و نشد از اون رابطه بیایم بیرون. حالا از خودمان چطوری محافظت کنیم؟ عرض شود خدمت شما که این قضیه که باز موکداً تاکید دارم روی بحث پارتنر یا شریک عاطفی، چرا نمیگم پدر، چرا نمیگم مادر؟ چون حد و مرز آدمیزاد، خانم خوش دقت کردین؟ میگم صحبت شما در خصوص پدر بود، به اونم میرسم، ولی باز قبلش فلش بک میزنم به موضوع پارتنر، به دلیل اینی که تو جهانی که ما داریم زندگی میکنیم انگار بی فاصله ترین، خصوصی ترین، بی حد و مرز ترین نوع رابطه یه رابطه عاطفی جنسیه. یعنی شما عاشق پدردی، عاشق مادردی، بحثی درش نیست، ولی یک جداری بین شما و اون هست که این جداره اتفاقا کمک کننده است. یعنی اگر پدرتو کنترلگره میگه کجا بودی فلان بودی، یه جوابی بهش میدی، آره اینجا بودم، ولو دروغ. خب اما در همون لحظه که قطع میکنی میگی بابا اعصابمون خراب کرد، گوشی رو میندازی اینور، میری با رفیقه درد دلی میکنی برای احیای خودت، میگی بابا 40 سالمه کماکان دوباره کنترلگریش تمامی نداره. پدر و مادر کنترلگر عموماً یک تاریخ انقضایی داره، انگار این کنترلگریه. به یک سنی میرسه فرزند انسانی به واسطه رفتن تو نقاط مختلف جامعه جدارش با اون فرد زیاد میشه. در بحث پارتنر یا شریک عاطفی به واسطه اینی که شما دیکود شده، مغزت هک شده، واقعا مغزت انگار هک شده، انقدر روی احساساتت فریب کاری کرده، در اوج وابستگی مثلث سازی کرده و کماکان دو دستی وجود دست اون آدمه. تکنیکی که بهش اشاره میشه که امیدوارم کارکرد داشته باشه، تکنیک صخره خاکستری عنوانشه، گری راک، صخره خاکستری. چی میگه این تکنیک؟ میگه که با فرض بر اینی که، یعنی میگه خیالتون راحت کنم که تو زندگیت با این خودشیفته جهنمه، اینو پیش بهت میگه اون درمانگر، میگه قبری که بالا سرش فاتحه میخوانی مرده توش نیست، خیالت راحت. اما چه بکنی که خودت کمتر آسیب ببینی؟ تکنیک سنگ خاکستریه میگه که عین یه شطرنج باز، عین یه بوکسور باید ارتباطت رو برقرار بکنی. یعنی هر اون لحظه‌ای که آمد تو رو تخریب بکنه، از سر و قیافه تو ایراد گرفت و از وجنات تو ایراد گرفت و خواست تو رو بکوبه زمین و بهانه‌گیری‌ها شروع شد، تو بدان خاستگاهش از کجاست. به هیچ وجه به این فکر نکن که تو کم گذاشتی، به هیچ وجه خودتو مؤاخذه نکن.
اگر چیزی که درخواست اونه، اگر چیزی که دنبالشه خواسته هست، تمنایی هست، در شرایط مقدور خودش براش فراهمش بکن، نه در شرایطی که مجبور بشی از هست و نیست خودت بزنی. باهاش با عزت نفس به مجادله بلند شو. خانم اوخوش، تکنیک گو گری راک، سنگ خاکستری شو عنوانش، میگه که شما بیش از هر چیز توی رابطه با یک فرد خودشیفته باید عزت نفس تو قوی نگه داری. یعنی من سروش چیم، به چه چیزایی نیاز دارم؟ خواب میخوام، غذا میخوام، آرامش میخوام، ورزش میخوام، فلان میخوام. به اینات برس، از ورزشت رها نشو تحت هیچ شرایطی. حتی اگر برگشت از شما مطالبه اینو کرد که ورزشت مهمتره یا من، باید بگی هر دو. اگر بگی ورزشه، قدر مسلم غضبناک میشه و معلوم نیست چه داستانی برای شما اتفاق بیفته. اگر بگی تو به خودت ضرر کردی، ورزش نکردی. ما میدانیم که ورزش چه اثرات مثبتی رو روان داره، رو جسم که پیشکش. ما این جورایی تقریبا در بالای شاید 90% موارد از درمان زیاد حرف نمیزنیم. بله. بیشتر دنبال این هستیم که هم نشانه ها رو کاهش بدیم. بله. هم آسیب پذیری که حالا این افراد چه در خانواده خودشون دارن، چه در ارتباط با دیگران، جامعه کاری که توش هستن، اینا رو کاهش بدیم. یه جورایی دنبال دفع شر. بله. حالا تقلیلش بدیم. تخصصی که یک روانکاو، یک رواندرمان بخواد وارد بشه، تکنیکاش هست، ولی باز هم در مباحث تخصصی رواندرمانی تمرکز ما حداقل 80% مورد، 90% مورد روی درمان نیست. یه جورایی یه از خیرمون قضیه گذاشته. دقیقاً. به همین خاطره که الان میرسم خدمتش. که تو داری در این مورد صحبت میکنی، اینی که داری آسیب پذیری رو چرا تا همون جایی که توضیح دادی گفتی که در رابطه عاطفی چون این نزدیکی بیشتره، قاعدتاً آسیب پذیریش بیشتره، پس باید بیشتر روی این تمرکز کرد. بله. حالا تو محیط خانواده باز خود این اختلال شخصیت بروزش بعضی وقتا یک مادر خودشیفته یه وقتایی یه ابعاد خوبی هم برای فرزنداش داره. بله. همیشه آسیب زننده نیست. دقیقاً. چون اون ویژگی مادر بودنه، برادر بودنه یه مؤلفه‌ای اضافه میکنه به اون رابطه. درود بر تو. اون آسیب زنندگی رو کاهش میده. پس میخوام بگم اون دلیل تمرکز رو توی رابطه عاطفی فوکوسش هست. دقیقاً. خانم اوخوش یه بفرمایید. جاشه واقعا. بله بله. من بسیار استفاده کردم واقعا تو این جلسه. خود من در طول زندگی 65 سالم با خودشیفته‌های زیادی برخورد داشتم. موردایی بوده توی خانواده واقعا سرچشمه‌ش هم از مادر بوده. هنوز هم اون مادره هست، از اقوام من هستن. بچه‌هاش هم اون حالتی که الان گفته شد دقیقاً بروز کرد. ولی از میان اینها چیزی که به عنوان یک کیس من بهش نگاه می‌کنم، می‌بینیم یکی دو تا اصلا متحول شدن. چرا؟ اون نقش باورهای مذهبی رو من به شدت متفاوت. بله. ما در روانشناسی، من خودم داشتم روانشناسی نیستم، البته دارم یاد میگیرم. در روانشناسی غربی اصلا بحث خدا رو نمیاره. انسان فقط تو دنیا ماهیتش یه جوریه. اگر یک باور مذهبی، منظورم نه یه چیز ظاهری، ما صرفا من یه نمازی خوندم و یه سری چیزایی که آداب نه. فلسفه دینی. ببینید اون بینش، اون ارتباط عارفانه‌ای با خدا اگر ما برقرار بکنیم، تمام اونا رو میزنه کنار. من دیدم تو همین خانواده اونی که رفت اون مسیر کلا رو همه خودشیفتگی مثل که یه آب رو آتش بود. یعنی من به یقین رسیدم که اگر باورهای مذهبی به سبکی که مثلا من تو تلویزیون میبینم آقای الهی قمشه‌ای داره مسائل دینی رو مطرح میکنه، فرد به اون ارتباط، به اون اتصال برسه، کل اون زخمایی که از من کودکیش گرفته، از مادر و اطرافیان رو نمیدونم همه، یه دفعه مثل یه جهش، یه تحول ایجاد میشه. من مصداقای دیدم. بله. حتی یه رو گفتم اینا رو من بنویسم یه روانشناس اینا آدم وارد بگم بابا این چه اتفاقی داره میفته. درست. خانواده اینا ادامه دادن. اونی که دیگه اصلا مذهب نقشی نداره تو زندگیش. مذهب به معنای اون ارتباط عارفانه با خدا، نه فقط صرف نماز و روزه و چیزای ظاهری، نه. بله. آره.
من توصیهم اینه که واقعا درمان اساسی، ما مسلمان هستیم دیگه، آیه قرآن داریم کوتاه میگه خدای تبارک و تعالی میفرماد و ان اعرض ذکری فالمیشة ضنک. میگه کسانی که از یاد من غافلن کل زندگی هر چی داشته باشن برایشان اصلا ناخوشایند میشه. من فقط یه مسئله خطاب بکنم. دیدگاه خودم میدونم خیلی خوبه این، من نمیگم حتما نه خیلی خوبه، ولی گمان من بر اینه که این متاسفانه در حد تئوریه، به دلیل اینی که یک خودشیفته وقتی که در و داغان کردن یه آدم براش محلی از اعراب نداره، انقدر درگیر بحران شر شده، انقدر درگیر شرارت و تاریکی شده، به قول خودمان قلبش سیاه شده که باور به مثلا وجود لایتناهی که آری از هر گونه عیب و نقصیه و سرچشمه یک مادر والایی میتونه براش باشه، اون خدا، اون الله، اون دادار، اینو ناممکن میکنه متاسفانه. میگم یه جوری کاری کردی کمی شاید تقلیلش بده. تقلیلش بده. بله 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 هر کسی در یه مرحله از این طیفه. بله. قطعاً اونایی که در طیف رو حالت خیلی مرضی و بالا قطعاً قابل درمان. دقیقاً. اما یه پایین طیف 100%. بله. اصلا سرکار خانم. یه خودشیفته بشه با محبت، خودشیفته که کمی خودشیفته است. با محبت اینو سرکار خانم. انسانی بهش آموزش داد. اما اون کسی که اختلال اینقدر عمیق داره، هر چی محبت کنی فقط به قول عامیانه پرروتر میشه. بله. پس اینکه در کجای طیفه خیلی مهمه. 100%. وسط طیفه یا بحرانی وضعیت. از اون بحرانی قطعا باید اجتناب کرد. هیچ کار دیگه ای نمیشه. بله. اما ابتدای طیف باشه خب میشه. اینا همه مداخله معنوی هم ما داریم. بله. مداخله معنوی داریم، معنویت درمانی داریم، فقط به سنخ و مدل روانی آقای دکتر اون شخص هم بستگی داره. اگر من نوعی مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته باشم، بعد اینو بذارم کنار، یه آدم ماده‌گرا هم باشم، پوچنگار باشم، احساس کنم در پس این جهان هستی دیگه، نه خدایی هست نه هیچی، شما هی بیا با من معنویت درمانی کار کن، جواب نمیدید. بستگی داره. فقط یه نکته کوچیکم فرمودید که روانشناسان غربی در مورد این مسائل کار نمی‌کنن، چون من هیتر خیلی کار کردم، تو اگه بشه یه جلسه میذارم. اینطوری نیست. ما غربی‌های خدا باور داریم، خدا ناباور داریم و اون خدا ناباورهامون هم خیلی هاشون هم دین دارن، دینایی که خدا توشه ندارن، دسته های زیادی، ولی اینطوری به ما یاد دادن، ما میگیم که اونا خدا ناباورن، از خدا حرف میزنن. چرا؟ منظورم میگم اون جمله چون اینجا گفته میشه و من و خانم نادری فر آره منشی جلساتی بودم، حواسم باشه نه اینطوری نیست که روانشناسای غربی از خدا حرف نزنن. من دیدم تو آثار شامپانزی که مطالعه کردم زیاد نمیشه. شاید بشه بگیم کمتر، وگرنه ما اتفاقاً روانشناسایی که پررنگن و دین کار کردن، که مثل ویلیام جیمز کار کرده تا مثلا به نسبت خودمان و علم و نفس و اینا. آره ولی حواسمون باشه. مرسی. برگردیم به بس یا برسیم به من یکی دو مورد دیگه رو میخوام اشاره بکنم اگر امکانی باشه تو این 10 دقیقه. آره. عرضم به خدمت شما یه سری پیشنهادها من داشتم که حالا خلال بحثام مطرحش کردم. دوستان اگر خواستن 3 تا کانال یوتیوبیه که باز به باور من میگم من روانشناسی رو از درگاه سینما و ادبیات فهمیدم، اگر یه مقداری فهمیده باشم. و 3 تا فیلم که باز تو اون 3 تا فیلم کاراکتر رو باز میکنه، شخصیت رو برای ما باز میکنه و بیشتر متوجه میشیم که چه خبره. اگر دوستان خواستن حالا اینم عنوان میکنیم. بحث درمان چشم 3 کانال یوتیوبیه و 3 تا فیلمه. در خصوص درمان دوستان متاسفانه اشخاصی که درگیری حادی دارن تو این زمینه خودشیفتگی گارد بسیار بالایی دارن در خصوص انتقاد. یعنی ما بحثش رو کردیم، یعنی نقد نمیخواد طرف بشه، چه برسه به اینی که بخوایم بگیم آقا بیا کلا یه آدم دیگه باید بشی تو، یعنی آچرکشی باید بشی از بیخ و بن، از اول بسازی. یک گارد بسیار بسیار بالایی داره این شخص و پذیرش نداره. متاسفانه هیچ روی خوشی به درمان نشان نمیده. اما اگر میزان و شدت پایین باشه، خصلت‌های
شخصیتی رفتاری خودشیفتگی درش کمرنگتر از اون ماکسیمومی که ما مد نظرمان الان باشه، درمان جواب میده. ولی این ولیه یه مقداری ناراحت کننده است، اونم اینه که دراز مدت ناچاریم فلش بک بزنیم به اون درمانای ابتدایی و درمانای مبتنی بر روانکاوی، چون به بسم الله مسئله داره. حکایت تربیتی و کودکی و همه اینا رو باید از نو ما دوباره بازسازی بکنیم. مسئله دوم اینه که معمولا درمانای مبتنی بر روانکاوی به واسطه تایم بر بودنشان هزینه بردارن تا حدود زیادی و در عمل شدنیه، اما بیش از حد نیازمند اینو دیگه شما واسه در واقع چیز شماست، حتما شما عنوانش بکنین، چون من متاسفانه همینه. میگم اون سطوح پایینیشه و سطوح بالاییش رو عملا شما تسلیمی. گفتن که سطح پایین سطح بالا. من چیزی نشیدم تا حالا مثلا این مقدار شخصیت یونس جان منظور میدونی چیه؟ داشتن کم یا زیاد تریت های شخصیتیه. اسمشو نذاریم اختلال شخصیت. دقیقاً. رگاهایی داری یا به نظر من خوشم، چون واژه اون دیزوردر که بیاد تو داستان دیگه کلا کلینیکال میشه. همین ماجرا کجاست؟ اون رگه ها نسبیه ها. همین الان که ما نشستیم کلیشیکو و شخصیت رو اینا خودمون هم یه جاهایی اون رگه ها رو ممکنه در ارتباط با آدم‌های صفات شخصیت خودمون تاثیر داره روی تعریفی که از اون خودشیفتگی داره. دو تا مفهوم از هم جداست. درسته. بله مرسی. حالا در خصوص طرحواره، چون صادقانه بگم من به اون صورتی که به حدی که شما استیلا داری به اون حوزه من ندارم، دیگه دست شما رو میبوسه. جانم مینیمم 5 سال تو اون حوزه سایکوانالیسیس، تو حوزه روانکاوی. هیپنوتراپی هم کمک میکنه. بله هیپنوتراپی هم برای اون کاستن دردهای ابتدایی ساعت ناخودآگاه ظاهرا خیلی کمک میکنه. یه پارت آخری تو این 5 دقیقه داره این صحبت ما، در خصوص خودشیفته نیست، در خصوص قربانی خودشیفته است. چرا دل کندن از خودشیفته دشواره یا ناممکنه؟ آقا شما 24 مورد لعن و نفرین یه آدمی قرار گرفتی. اصطلاحاً میگن شما رو دچار سمپاشی روانی کرده، یعنی با اون دستکاری عاطفی که به شما دچار کرده شما رو یه جوری مال خودش کرده، شیء خودش کرده. و از طرفی در اون مرحله لاو بامبینگی که گفتیم یک دوپامین عجیبی تو مغز شما ترشح کرده این آدم، با رابطه جنسیش، با تعریف و تمجیدش، با صحبت‌هایی که ببین کنار من به کجاها رسیدی، ببین با من الان چه همه نگات میکنن فلان. دل کندنه عین دل کندن از کوکائین و هروئینه عملاً، و به همین خاطر یک اعتیادی شما میبینید در همین لحظه‌ای که میدانی شما تحت تاثیر این گرفتاری قرار گرفتی ولی نمیتونی ازش دل بکنی. 24 گوشیدو چک میکنی، دنبال اینی زنگ بهت بزنه تو رو خدا به من بگو مشکل از من بوده یا نه، من مشکلات رو حل قول میدم بهتر بشم. به اصطلاح این دو سرباخت نمیشه. بودنش عذاب، ترک کردنش هم حالا به خاطر همین شعر سعدی رو گفتم دیگه، بگو فرار کن اصلا. شاید داره یه جورایی برمیگرده به همون کاری که اون والد باهاش کرده، با اون نفر بعدی داره انجام میشه. قدر مسلم اون انتقام توی باور ناخودآگاه اون آدم هست. این آدما حالا باز به خاطر حرف تو حرف آمدن خیلی مسائل فراموش هم شد. دل خوشی از مادر جماعت ندارن خیلی از اینا. ولی وابستم دل خوش. ولی وابستم هستن بهشون. خودشیفته ها به مادر؟ آره، یعنی مثلا به عنوان یک شخص شاید نمیدونم، من اطلاعی ندارم، دارم میپرسم، شخصیت وابسته دارن، یعنی به تایید اون مادر نیاز دارن برای هر کاری. اگر مثلا مادر مثلا بهش بگه که
فلان کار رو انجام نده اصلا دیگه امکان نداره انجام من گمان نمی کنم، حداقل نه یعنی امکان نداره یه فرد مستقیم نداره اونطوری که ناز پرورده احساس رو دارم یکی طرد شدن از این طرد شده ها، بله بله عشق بیکران رو میخوان، از کل جامعه میخوان، از همسر میخواد، از بچه میخواد، ولی مطیع یا همین که داریم میگیم که یک شخصی که قربانی فرد خودشیفته است نمیتونه ازش جدا بشه. آها شما قربانیه رو داری میگی؟ نه خود این فرد خودشیفته هم شاید نمیتونه از اون کسی که قربانیش بوده جدا بشه. خیر. یعنی مادرش نه تو مرحله دیسکارد یا مرحله سوم شما رو مثل یه لنگه کفش پرتاب میکنه و سراغی ازت نمیگیره، به خاطر اینکه هر آنچه که داشتی و عین زالو مکیده، عین یه سیاهچاله بلعیده و در لحظه شما رو رها میکنه که دیگه کارکرد نداری. یا آدمی شدی نه جسم برات مانده، نه قیافه برات مانده، نه روان برات مانده، نه اصلا این آدم نمیتونی خودمانی بگم صحبت بکنی، راه بری دیگه، برای خودش کسر شأن کنار تو راه بره، میندازد کنار رو میره سراغ احتمالاً شخص دیگری. چه کار؟ جانم یه مورد پارت آخرشه، میگه پس از جدای از خودشیفته برای بهبود خود چه کار کنیم. قطعاً بیش از چیزی که شما مد نظرته به تایم نیاز داری. کمک گرفتن، بالا بردن دانشت نسبت به آناتومی ذهن خودشیفته خیلی به تو کمک میکنه. یعنی بدانی که تو ذهنت سوال پیش آمد که اون عشقا چی بود و اون دوست داشتنا چی بود، جعلی بودن و حیله‌گری اون معاشقات رو شما بتانی بفهمی و در واقع درکش بکنی با کیس‌های مختلف، با سخنرانی‌های مختلف، با فیلم‌های مختلف، ذره ذره اون روی خوش رو در شما میکشه. ورزش قدر مستلم خیلی کمک میکنه به چیزی که متاسفانه خیلی کم بهش اشاره میشه و بیشتر از هر چیز روی عزت نفس کار کردنه. یعنی هر آنچه که اون دستکاری کرد که تو چیزی از خودت نیستی و زشتی و دوست نداشتنی و با من معنی پیدا میکنی و همه اینا رو شما باید با اون تکنیک هایی که خودش یه دریای مفصلیه بالا ببری تحت عنوان کرامت نفس یا عزت نفس. مخلص کلام. مرسی بابت همه چیز. خواهش میکنم. بفرما. در واقع این که صاحب‌شناسیشو بکنم اول صحبت کردیم خودشیفتگی توی کودکی شکل میگیره، بیشتر به این اشاره کردیم که اینا دچار عزت نفس پایین شدن، یعنی آسیب دیده هستن. والدین حالا زیاد تحصیلشون نمی‌کنن، تایید نمیشن. این یه بخششه. یه نوع دیگه هم کسایی هستن که اتفاقا برعکس والدینی داشتن که اونا رو تشویق کردن، یعنی دستاوردهاشون رو خیلی بزرگتر از چیزی که بوده نشون دادن. میخوام بگم این فقط یه بعدی نیست که بگیم خب اونا آسیب دیده هستن. آره اینو شاید من دقت نکردم. ولی نکته بعدی در مورد واژه دونجوان هست که احساس کنم رابطه مستقیم داره و احساس کنم خودشیفته ها همون دونجوان ها هستن به نوعی. چون خب اونا هم روابط سطحی متعدد دارن، نمیتونن کسی رو عمیق دوست داشته باشن، در واقع همون همدلی پایینه. اینا گفتم اگر میشه یه اشاره‌ای هم به کلمه دونجوان که مرسی که شما زحمتشو کشیدین. آره مرسی. مرسی ازتون. یه دعا اول داشته باشیم با همین مجالس چیز. خدای ما رو از خودشیفته ها نجات واقعا. ولی دعای من دغدغه‌ایه که برای باران دارم واقعا. الهی آسمان ببارد به جای چشم پای محزونمان. الهی اینجا لحظه ها از تو لبریز است. الهی زمینت هم سرشار شود از لطافت و تراوت باران. دلتان به پاکی و صفای باران. مرسی از حضورتان. اگر سوالی، نقدی، نظری، توضیحات تکمیلی هست بفرمایید، فقط به نوبت و کوتاه و کم. بفرمایید. موردی که دوستان گفتن خیلی قابل توجه بود و چیزی که توی خودشیفته ها هست اینا
اونایی که خیلی مورد توجه بودن توجه گرفتن، عشق نگرفتن. بله. و اونایی که عشق نمیگیرن و توجه فقط میگیرن، فقط تشویق میشن، آفرین که درس اینجوریه، آفرین که این کارو موفق بودی، آفرین فلان، یعنی توجه گرفتن. ولی این که تو بدون اینها ارزشمندی، فارغ از تمام اینها دوست داشتنی هستی، اینو نگرفتن. پس عشق نگرفتن. به همین دلیل تو روابطی که بعداً برقرار می‌کنن اصلا عشق براشون جایگاهی نداره، معنایی نداره. فقط توجه میکنن و بابت گرفتن این توجه دست به هر کاری میزنن. و معمولا عشقایی هم که دریافت میکنن کالاگونه است. هم کالاگونه است، یعنی طرفشون شیء انگار، طرفش انگار هیچ هویتی نداره، هیچ ارزشی نداره. این ارزش هم ندارم به تو میدم و اختیارش دست منه. بفرمایید جان. مرسی. جانم فرمودید یه مادر فقط نمیشه این توجه کرده. متاسفانه این مشکل ما داریم. یعنی من موردایی دارم که مراجعه که متاسفانه دختر 19-20 ساله به شدت خودشیفته است و با مادر که صحبت می‌کنی می‌بینی مادر تمام تمرکزش اون زندگی نزیسته خودش بوده. باید بشی دکتر، باید فلان کارو بکنی، اینجا فلان. یعنی دقیقاً اینجوری باهاش رفتار کرده. دیگه من چون دیدم که میگم مادرها دلسوزانه این کار میکنن، ولی خود اون مادر درگیری‌های ذهنی، زندگی‌های نزیستش، فشارهایی که داره اینجا داره چقدر دردناکه. خودش نمیدونه، متوجه نیست. یک فرد بیمار بهش تنظیم نفر. بله. دقیقاً. دقیقاً. پس قطعاً در ارتباط با پارتنرش این سه مرحله که توضیح داده رو طی می‌کنه. دقیقاً. شک نکنید. بفرمایید. بله ایشان بعد دوست دارید. بفرمایید. خیلی می‌کنم ولی یک کسی که متأهل و فرق نمی‌کنه زن یا مرد دیگه بچه دارن و درگیر همچین چیزیه، به نظر شما میشه اون سوختن و ساختنه یا اون که دیگه خود نمیشه ازش فاصله گرفت، نمیشه هیچ کاریش کرد؟ این یه سوالی که اینه که اگه دو طرف دوتایی خودشیفته باشن چی و هیچ کدوم نپذیرن؟ این یعنی آقا رو احساس میکنه که خودشیفته است، ایشون هم میگه نه خانم خودشیفته است. من فکر نمی‌کنم دو پادشاه در یک اقلیم بگنجند. همدیگه رو دفع میکنن با خودشیفته. خیلی کمه. معترضم بچه هست که اون زندگی نفس. یک موردشون که خود من حالا تو مشاورهایی که داریم مثلا احساس کردم که توی شخصیت خاکستریه که نه اینقدر بدن که ازشون بگذری، نه اینقدر خوبن که بشه باشون زندگی کرد. ولی در آخر رسیدیم همین مرحله خودشیفتگی و خود من واقعا خیلی میبینم اطرافیانم این شکلی که طرف دو تا بچه داره و شدیداً همسرش خودشیفته است. نمیدونم یه جوری دیگه میشه سوختن و ساختن. پیشنهاد شما برای اون خانمی که باید یا آقا فرق نمیکنه باید بسوزه و بسازه باید چه کار کنه؟ اگه صحبتی داری نه من که عرضم به خدمت شما علالقاعده که زندگی با یک نارسیسیست خب گفتیم یه دو تا زندگی دو تا آدم دیگه هم وسطه، این هم حواسه دو تا بچه هم هست. ولی معمولا میگم اون به عنوان مثال تکنیکایی که حداقل اون خشم خودشیفته رو کمتر نشان بده، اون ستیزه جوییش رو کمتر برملا بکنه و برانگیخته بکنه، مثل همون تکنیک سنگ خاکستری شما رو تقویت میکنه که یک انگار یه جلیقه ضد گلوله‌ای تنت باشه در خصوص تحقیر و تخریبایی که از جانب همسر نارسیسیستت میبینی. شما ناچاری، یعنی اگر به من برگردین بگین طرف مثلا دوست پسرم، دوست دخترم، من به شخصه میگم آب دستته بذار زمین، قطع ارتباط کن. ولی بحث تعهد و بچه و فلان و اینا که وسط میاد، شما ناچاری کجدار و مریض تا بکنی و بزرگترین دستاورد شما برای کجدار و مریض تا کردن اینه که خودت رو بتانی حفظ بکنی، چون در صدد نابودی توه. خواهی زن باشی مرد باشی توفیری نداره، در صدد نابودی تو به طرق مختلف، به شکل‌های مختلف. و حالا که تصمیم گرفتی باشی باید خودآگاهیت رو خیلی ببری بالا و فریب
این بازی ها رو نخوری. چرا؟ به خاطر اینکه خودشیفته خیلی وقتا دوباره دنده عقب میگیره. زمانی که میبینه شما یخ کردی، زمانی که میبینه بدون عکس العمل شدی، دوباره برمیگرده به اون بمباران عشق و میخواد دوباره به قول معروف دام پهن بکنه. خانم ناظری گفته خوبی رو میگه که اینجاست که پای کمک گرفتن از یک متخصص و درمانگر خوب وسط. خب هم میگم یه طرف میاد معمولا، یه طرف که اونم خوبه برای شروع خوبه، خوبه نمیاد. هر چقدر راهکار به قربانی میدی، خب به قول این آقا میره اجرا میکنه، همه چی اوکی، اونم ببینه خب اوکی. یه وقتی هم ما فکر میکنیم که یعنی تمایل داریم که فکر کنیم ما قربانی هستیم، ما مظلوم هستیم. این اصلا خودش رایان ماجراست. دوستان دعاه داره میگیره ها. خانم آقا خوش، من یه موردی دوستان سرکار خانم، من یه موردی یادم آمد در خصوص اینی که چه کار بکنیم که این خودشیفته ترکشش کمتر به ما بخوره. از اونجایی که اینا خیلی گرسنه ستایش و مدح و تمجید و تشکر و شما آقا بالا سر ما هستین و اینا هستن، نکته خوبی همین هاشمی مقدم عنوان میکرد، اونم این بود که یه سری مسئولیت هایی بهشان اعطا بکنیم. بر فرض مثال دارم میگم، شما توی آپارتمان زندگی میکنی، همسر شما، شوهر شما خودشیفته است. یه مسئولیتی که به واسطش اون ارج و منزلتش اغنا بشه، مثلا بشه مدیر ساختمان، یعنی مواجه بشه با یک سری آدم ها که به واسطه کاری که داره انجام میده اون فرماندهی و قدرتی که در ناخودآگاهش دوست داره تا حدی اغنا بشه. 2 تا خاصیت داره این کار. یکی اینی که حالا جنبه منفیش اینه که شما کمتر باش مواجهی، ولی مواجه شدن با یه انسان سالم بده، نه با یک انسان ناسالم. یعنی تایم زیادی از اون آدم اختصاص پیدا میکنه به یک سری مسئولیت هایی که اغناگرشه و از قضا شما هم با یک سری هنر و تاکتیک ها میتونی این قضیه رو بولد بکنی، اغراق چی میگم، بزرگترش بکنی، به به چه چه بکنی از این مدیریتی که این آدم داره میکنه. یه سری مسئولیت های مختلف بهش اعطا بکنی، من جمله کار سرگرمش بکنی. خیلی قرارتر شده که من همونی بودم که فکر میکردم و ثابت شد به همه که من همینقدر قابل ستایشم. بله. و اتفاقا شما این که قدر منو نمیدونین، خیلی منو میخواین پایین بیارید. آره سرپوش بذارین، دست کمر میگیرین. ببین من خدام. بله. و هی این طرف قربانی هی باید قربانی دقیقاً الان به تعظیم دیگه سینه خیزه، ولی بازم ایشون راضی نشدم. من میگم این طرف قربانی شاید بازم شما استادی، من اختیار داری. سوال دارم میپرسم که اگه قبول بکنی که قربانی بیشتر آسیب میبینی، یعنی یه جوری نابود میشی، اگر بخوای مبارزه بکنی، این روش مبارزه به قول شما به نظرم تو این خودشیفته ها فقط یه مدل نیست. بله. به قول خانم طیفاشون هم خیلی، اونی که دیگه به اون آخر رسیده به نظرم بعضی وقتا فقط به خودکشی طرف میرسه، ولی باید اون خودآگاهی که گفتین خیلی رو خودآگاهی خودت کار کنی که نپذیری من قربانیم. بله. یا به قول این آقا ناچارن و کاری به اعتقادات نداره که مثلا خدا توانایی تو من دیده که مثلا با همچین آدمی دارم زندگی میکنم و من بازنده نیستم، من خود برنده هم، حالا اینم کنار من به این قدرت ها رسید، من قدرتمندم که این به قدرت رسید. اگه بخوایم خودمون رو دست کم بگیریم، هی بخوایم نقش قربانی من بدبختم و هر جایی که میشینیم سر درد دلمون باشه شما بگین که تو چقدر بدبختی، حالا تو خدا چقدر گناه داری، وای تو چقدر چه کسی رو داری تحمل میکنی، نابود میشی. بله. و سریعتر از بین میری. حالا بازم من اصلاحی میکنم. نه اختیار داریم. اختیار داریم. استفاده کردیم برای دوستمون و بعد دوست دیگه رو شما هم صحبت میکنید
آره؟ علم مخالفت هست همیشه؟ نه یه چیزی یه سوال داشتم مخالفت چیه؟ یه سوال داشتم نه مخالفتت هم خوبه بذار به نوبت یه جمله 2 ثانیه فقط سوال نیست 2 ثانیه تمام شد گاهی اوقات ما یکی اینقدر خوبه قادر به درک اون آدم نیستیم خب اینجور افرادی وجود داره من خودم رفتم یه شخصی رو دیدم که اصلا قادر به درک این که آقا این آدم چرا باید این کارا رو بکنه قادر به این که مثل اون باشن نه من نمیتونم مثل این باشم یعنی ما میگیم اون شخص فکر کنه خداست خب شاید واقعا خداست شاید واقعا در این حد خوبه شاید واقعا در این حد مورد استفاده شده افرادی هستن یعنی اگر من مثلا مثال بخوام بزنم شخصی رو میتونم مثال بزنم مثلا 400 نفر رو از اعدام نجات داده بدون هیچ دستمزدی خب من هیچ وقت نمیتونم مثل اون اعصاب اون ندارم پس اون خداست در برابر شاید ما قادر به درک اون آدم نیستیم شاید مشکل هم ماست شاید ما مسعود یه نارسیست عملاً نمیتونه دوست دختری یا دوست پسرش رو دوست داشته باشه 400 نفر مرگش براش اهمیت داشته باشه اون باید واقعاً همه عالم آدم ستودش یه نارسیسیست فقط بلوف میزنه کی؟ اون شخصی که خودشو خیلی نه اون خودشیفته شما اگر در شرایط نرمال قرار داشته باشی از اون آدم پرسشگری میکنی اگه تو ادعای خدایی میکنی سندت کو چه کار کردی اون آدم سالمه باید تو روزنامه بریم پیدا بکنیم که مثلا یعنی خودش هم نمیگه ولی تو روزنامه میبینیم مثلا خیرات میکنه نیکوکارت به قول تو 400 نفر رو نجات میده منظورشون اینه که هستن آدمایی هم که یعنی بلافاصله ما برچسب خودشیفتگی نزنیم به هیچ وجه نباید بزنیم دوستان تایم جلسه تمام شده مرسی دو تا از دوستان آره بعد هم اگر میشه کوتاه ممنونم استفاده میکنیم بعد شما و دیگه ختم بفرمایید بلندتر لطفا نکته اولی که خدمتتون خواستم بپرسم اینه که ما میگیم خودشیفته درست ولی خب آدم مغرور هم هست آدم هست با تحقیق‌ها یا به اصطلاح روانشناسی دیگه هم دست و پنجه نرم کنن از کجا وجه تمایز بدانیم بین آدمی که مغرور آدمی که خودشیفته است بله خیلی شبیه هم با هم بله خب خیلی هم با مادر اصطلاح پزشکیش خیلی شاد یعنی خودشیفتگی از نظر من خاد غرور کمتره درسته تاثیرش برقرار نکته دوم که خواستم خدمتتون عرض کنم این که خب ما یه فرزند داریم میخوایم خودشیفته نشه ولی خب از پس خودش از اون حقوقی که داره در آینده آگاه باشه خب دیگه اون حقوق شهروندی که داره اون حقوق اجتماعی که داره آگاه باشه بله این هم یکی دیگه از نکته‌هایی که چجوری بیایم فرزند بار بیاریم که بالاخره توی این دامنگیر نشه براش نکته سوم حالا ولی دکتر گفتم بحث خداباوری و آوردن خدا توی مسئله تو 44 سال خدا بالاخره تو تمام عناصر زندگی ما حضور داره خب اینه که میگیم غربی‌ها خب اونا از لحاظ علمی هم از لحاظ عملکردی آماری ارائه بهتری داشتن از نگاه ما و شاید بگم از لحاظ دیدگاه نوع اسلامی که ما خودمان داریم متاسفانه فقط در حد یک توضیح یعنی ما میگیم که روانشناسی اسلامی ایجاد کنیم و پشتوانه علمی به نظر من به وجود نیاوردیم یعنی 44 سال فقط آوردیم خدا رو تزریق کردیم و گوشی نه شما سوء برداشت کردین بفرمایید میخواید بذارید بعد از جلسه ما تایم چون یه گروه توی آژمان تمرین دارن آقای دکتر قراره بیان بعد ما قراره چای و اینا هم بخوریم اینجا ببخشید من نیم دقیقه توضیح بدم دوستان هر دوستی که میخواد سفارش بده آره میتونه الان دیگه سفارش بده خواهش میکنم نه من اشاره کردم بودم صرف من میگم اعتقاد باورهای دینی عارفانه انسان را متحول میکنه من اعتقاد دارم مثلا این که مثلا اگر فردی مثلا که یه آدم مذهبی رو انجام میده صرفا انجام بخش نیست باید اون اتصال با خداش برقرار بشه من دو سه بار تکرار کردم حالا بعد از جلسه اگر عجله نداشتی من هستم این خیلی تو حوزه فلسفه ورود میکنه آره اولی و دومی رو بگیم
ببین مسئله خودشیفتگی که به عنوان اختلال بخوای بچینید، بزرگوارین، زنده باشید. خیلی خوش آمدید. خدا نگهدار. یک جمع میری شما برو. پدر